یعنی به همین اساس وقتی که ما در اینجا میگوییم که سرچشمه تشکیل گروه‌های تروریستی کشورهای دیکتاتوری از جمله حکومت امامعلی رحمانوف است. در یگان ساحه شما به مردم کمک نمیکنید. تا امروز یک درس عقیده اسلامی برای مردم و جوانانی که امروز فارغ التحصیل میشوند ایجاد نکردید. وقتی یک جوان امروز از مکتب فارغ میشود میآید روسیه، در روسیه در دست کی میخورد؟ در دست 4 تا افراطگرا، کسانی که دعوت میکنند به انفجار کردن به گروه‌های تروریستی و او مخشویی کرده میشود، میرود در یک جا قربانی میشود. پس آبروی یک تاجیک در عرصه بین المللی پس میشود، چون این عقیده دینیش را نمیداند. عقیده دینی را در کجا بخواند؟ قرآن را منع کردید، عقیده را منع کردید، مدارس دینی را بستید، تمام لباس اسلامی و لوازمات اسلامی را در تاجیکستان به رسمیت، یعنی در جای رسمی، ممنوع کردید. حتی واردات لباس اسلامی امروز در تاجیکستان ممنوع است. پس این جوان ها از کجا بیاموزند؟ باز این مثال عادی بگیریم، مثلا المز اگر در تاجیکستان دین نخوانده باشد، امروز در آلمان قرار دارد، امروز وارد اینترنت شود، با کی روبرو می شود؟ با کسانی مثلا میگی با کسانی که در سعودی تحصیل کردن، با کسانی که در پاکستان تحصیل کردن، با کسانی که در همون دانشگاه تحصیل کردن که امروز میآیند دعوت میکنند مثلا به یک گروه، یا اینکه در افغانستان خب مخشویش میکنند، میگیرند میبرند، چون عقیده دینیش را در داخل تاجیکستان نخوانده است. در کجا بخواند؟ زمان مدرسه نیست، در مکتب ممنوع است، درس دینی و عقیده وجود ندارد. از کجا همین دینش را بیاموزد؟ همچون یک مسلمان دینش را از کجا بیاموزد؟ عقیده دینیش را از کجا بداند؟ وقتی بگویند که مثال میگیریم که الماس تو برات باید در فلان جا خودت را انفجار کنی، خودت را بکشی، 10 نفر دیگر را بکشی، میگه این در اسلام حرام است. همین عقیده ای که همین خودکشی حرام است از کجا بیاموزد؟ اگر این در مدارس دینی در تاجیکستان نآموزند، ما مگر میتونیم همین گونه ملت رو به حال خود بگذاریم؟ ملت رو باید آموزان که دیگرها از ملتی تو استفاده نکنند. همین جوانایی که اومدن به روسیه، من وقتی که به مسجد پرسپیک میرز در سال 2012 به مسکو چندین بار اومدم و بیشتر در اونجا با بچه‌ها ملاقات میکردیم، همون زمان اشخاص از تاجیکستان اومده بودن که اصلا معلومات دینی نداشتن، امروز دعوتگر دینی شدگیان، دعوت میکنن در راه دین. از کجا یاد گرفتن این علم؟ از شبکه‌های اینترنتی، از ملاهای خارجی، از کسانی که عقیدهشون کاملا. پس وقتی که در سطح دولت نشستی، تو از کجا میدونی که این چی آموخته است و به مردم چی میآموزد؟ تو اینا نمیدونی. اما وقتی که در داخل دولت خودت اجازت میدی کتاب‌های دینی، عقیده دینی رو بیاموزن، تو میدونی که همین ملا چی خوانده است و چی درس میتید، به خاطر که تو میدونی این چی آموخته است. چون کتابش، فرهنگش، همه چیزش دست تو است، تو اجازتش میدی. پس میفهمی که این همین فلان توانایی را دارد، فلان توانایی را ندارد. دولت باید همین کار اجازت بده تو اینه که مردمش از بیرون شوریده نشود. در دوران دولت ساسانیان دین آزاد بود انتخابش. در یک مدت کوتاه تقریبا 0.5% اهالی دولت ساسانیان نصرانی شد، خریستیان شد. وقتی که اینا با امپریای روم که او زمان به امپریای بزرگ در جهان بود، با امپریای روم وقتی درگیر می شود، رومی ها خریستیانی نصرانی هستند، در جنگ می بازد. چرا؟ چون نصرانی های داخل ایران به خاطر دینشو چکار میکنن؟ میفروشن اونها را. پس دولت ساسانیان تصمیم میگیرد که دینباره دین زردشت را جمع بیارد و تمام گمشده ها را و پارکنده ها را بیارد و مردم را اجبار کند که یک عقیده دولتی داشته باشند و زیر نظارت دولت عقیده دینی را بیاموزند و مردم برمیگردن به دین زردشت و بعدا در مقابل دشمن میرن میجنگن، پیروز میشوند. حالا وقتی که مردم ما 99% مسلمان است، اینا وقتی که نمی‌آموزی عقیده دینیش رو نمی‌آموزی، حالا هر کشور دیگه ای که بیاید 4 آیت حدیثش بگه در مقابل خودت میخیزه میجنگه. بله. پس باید ملت رو آموزون، هم از دیدگاه دینی، هم از دیدگاه فرهنگی، هم از دیدگاه عقیدتی. تو اینه که ملت بداند که وطنش چی ارزش دارد و چرا به خاطر این وطن بیستد و به خاطر این وطن بجنگد.
برای چی باید ما به خاطر همین وطن بجنگیم؟ همه ما از خودمون سوال کنیم. مثلا در همین کامنتر باز تمام همین برادرها بنویسن که اگر ما برای همین وطن جنگیدنیم به خاطر چی بجنگیم؟ آیا تو امروز برای ما میفهمونن به خاطر خانواده ایومالی رحمانوف چی ارزش ما در همینجا داریم که باید ما با این وطن محافظت بکنیم؟ برای چی؟ برای همین باید ما در مکتب‌ها درس عقیده دینی و درس هویت ملی داشته باشیم که در اونجا ما را بیاموزند، در اونجا ما علم عقیده را بیاموزیم، خداشناسی را بیاموزیم، وحدانیت الهی را بدانیم که در اون صورت وقتی که ما بیرون رفتیم یک نفر اومد برای ما گفت که در فلان جا باید برای فلان نفر را بکشی، بگو که برادر من چرا باید برم فلانی را بکشم؟ برای چی؟ خودکشی حرام است. من اینجا رفتم کشتم یک نفر، من کشته میشم و 10 نفر دیگر آدم بچی را در اونجا به هلاکت میرسونه. پس این چیزا رو باید ما در نظر بگیریم که یک انسان عاقل این کارو نمیکند. کی این کارو میکند؟ کسی که در وطنش عقیده ناموخته است، ایمان ندارد و وطنش را دوست نمیدارد. پس میاد هر کاری میکند، فکر نمیکند این کاری من برای ملت من ضرر میرسونه. فکر میکند اگر همین بچه‌ای که مثال میگیریم در کراکوسیت به همین داده شدن، اگر که همینا میفهمیدن که عقیده اینه که کشتن یک انسان جرمه و در حالت جنگی اگر قرار نداری نباید یک نفر رو بکشی و کشتن همین انسان سببگار میشود که دهها شهروندی روز کشور روسیه در مقابل ملت تو، هموطنی تو، همدینی تو اینقدر ظلم میکند، آبرو و شان شرف را میبرد، همین کارو میکردن. اگر دوراندیشی یعنی در فکر اونها میبود، اونها رو در تاجیکستان میآموزاندن، بلکه این کارو نکردن. یعنی سببگاری تمام این مشکلات ها حکومت امروزه است. یعنی ایجاد تروریسم خودش از کجا سرچشمه میگیره؟ از داخل حکومتی که برای جلوگیری از تروریسم کار نمیکند. یعنی با ملتش علمی دقیق را نمیتید، از همه چیزا علم گرفته است. باید در تاجیکستان کسی که زردشت است زردشتی بخواند، کسی که مسلمان است عقیده مسلمانیش بخواند، کسی که نصرانی است باید همون عقیدهش بخواند، بر اساس اون چیزی که ما ایجادش میکنیم. حکومت او را ایجاد میکند که او باید به تاجیکستان ضرر نیارد. وقتی که ما نآموزندیم این چیزا، هر کسی به تاجیکستان در آینده چیکار میکند؟ ضرر میرساند. یعنی به همین اساس وقتی که ما در اینجا میگوییم که سرچشمه تشکیل گروه‌های تروریستی کشورهای دیکتاتوری از جمله حکومت ایومالی رحمانوف است، وگرنه 6000 تاجیک در جنگ عراق و سوریه نمیرفت. سرچشمه همین حکومت دیکتاتوری ایومالی رحمانوف است. نه براشون به جای کار اونها رو در داخل وطن تامین میکند و مجبور میکند که فرار بکنن و در خارج کشور از اینه که در تاجیکستان درسی عقیده و تمام چیز ممنوع است، به دست خارجی‌ها در میخورند و در اونجا مخشویی کرده میشن و روان کرده میشن هر کجایی که بخواد. حتی در همین ساحه حقوقی تو این زمان، یعنی ما رو تو اون درجه را نآموزاندن که ما میایم روسیه، همین روس‌ها ما رو مخشویی کرده نتونن که مثلا برای من در جنگ اوکراین استفاده میکنن. باز در جنگ اوکراین 1000 نفر از جانب روسیه میرن میجنگن. بله. هم طریق دنیویشه هم طریق دینیشه، از همه چارچوب ما را چکار کردن؟ قفا گذاشتن. پس ایجادی تروریسم از جانب این دیکتاتورها از جمله حکومت خودکامه رحمانوف است. این است که باعث شده است که امروز نفرت در مقابل مردم تاجیک زیاد شده است. مردم روس و دیگه ملت ها امروز تاجیک را بدبین میگن. همون روز بازم تکرار میکنم، یک برادر ما در همین کشورهای اروپایی وقتی در فرودگاه معنیش میکنن، سوال جوابش میکنن، میگن که ملت تا تروریست است. بیایید که سوال جواب کنیم که تو کی هستی؟ ما از شما خطر داریم، میترسیم. خب وقتی که اینا هراس دارن، هراس از کجا سرچشمه میگیرد؟ از اینه که مردم ما دانش خودش در دست حاکمیتش نیست که او حاکمیت به اونها بیاموزه و بدونه که این چه آموخته است، چه توانایی داره و برای چی کار قادر است و میبرن در بیرون او را هویش میکنن و در بیرون هر کاری که میخوان به گونه ها برای این تاجیک انجام میدن. هر درسی را بخوان بالای سرش میآموزن. امروز ملت تاجیک اسلام بدگو شده است، در مقابل تاجیک خودش هزارها فحش و حقارت میتید. امروز تاجیک
در مقابل یک دینی دیگر هزارها حقارت میکند اگر عقیده‌اش بداند نمیده. امروز تاجیک میاد یک ملت دیگر را ترور میکند میکشد. امروز تاجیک فریفته دزدی و غریب و مواد مخدر تمام کارها میشود. در فساد جای اول را میگیرد، نه اخلاق دارد. همه این سببهاش از همون جایی است که در داخل وطن ما امروز یک خانواده ای است که از چنین فرهنگی بد اخلاقی دزدی غارتگری به میان آمده است و به خاطر بیرون کردن و نابود ساختن این ملت تمام کار را میکنند. هدف دزدی، آوردن جمع کردن فایده به خانواده و اولاد خودش. این همی کار میکنند. تمام ساحه ها را از زیر کنترل میگیرد. مردم برای هر کاری میکنید بکنید. امروز من تو اومدیم در خارج کشور کار میکنیم، زندگی میکنیم، تمام تلاشمون میکنیم که با خانواده‌مون یک پل راه کنیم. اولاد او در تاجیکستان در بهترین ماشین ها، خود همین اسماعیل ظاهرو مشخص در بهترین ماشین ها میگردن و بهترین دخترای تاجیکستان رو میگیرن. یک روز تجاوز میکنن، پگاه روز میپرتن.